سلام مجدد. بریم در رابطه با آلت کوین ها و توکن ها صحبت کنیم. تا الان هرچی ما صحبت کردیم در رابطه با بیت کوین بود، شبکه بیت کوین بود و ارز دیجیتال بیت کوین. اما بریم ببینیم که ارزهای دیجیتال دیگه ای که به وجود اومدن به غیر از بیت کوین چی هستن و چی کار میکنن. ما به تمام پروژه هایی که در ارز دیجیتال ساخته شدن، به تمام کوین ها به غیر از بیت کوین میگیم آلت کوین. اینجا ما گذاشتیم تمام پروژه های ارز دیجیتال منهای بیت کوین میشه آلت کوین. پس هر ارز دیجیتالی به غیر از بیت کوین رو بهش میگیم آلت کوین. پس آلت کوین ها به هر ارز به غیر از بیت کوین گفته میشن. واژه آلت کوین مخفف آلترناتیو کوینه، یعنی کوین های جایگزین هست. کوین های جایگزین. خیلی کوین ها اومدن گفتن که آقا ما بیایم تولید بشیم، شاید که تونستیم جایگزین بیت کوین بشیم و اینها، ولی خب نتونستن و تا الان هم بیت کوین داره یک کتازی میکنه. گرچه بعضیشون از نظر تکنیکالی خیلی قوی تر از بیت کوین، ولی چون بیت کوین اولین کوینی بوده که منتشر شده، هنوز اون مقبولیت خودش رو داره و محبوبیت بالایی داره. آلت کوین های مهمی که وجود دارن، اولیش اتریوم، بعدیش لایت کوین، بی ام دی که کوین بایننس کوین، پولکادات و خیلی زیاد هستن، ریپل، کاردانو، غیره و غیره که من اینجا چند تا شامل بودم که براتون انشالله توضیح بدم. بریم ببینیم مزایا و معایب آلت کوین ها چی. مزایای آلت کوین ها بهبود بخشیدن به نقاط ضعف ارزهای دیگه. یعنی ما به خاطر این اومدیم گفتن، یعنی نه اینکه ما صاحب نظر اومدن آلت کوین ها رو درست کردن که بیان بعضی از ضعف های بیت کوین رو پوشش بدن و بعضی از ضعف های کوین های دیگر هست. و هدف بعدی کاهش کارمزد تراکنش بود. در بیت کوین تراکنش ها که انجام میشد، یکی این که سرعت پایینی داشت، دو کارمزد بسیار بالایی داشت و کوین های دیگه اومدن گفتن که ما بیایم مثل بیت کوین رفتار کنیم ولی با کارمزد کمتر کار انجام بدیم. ضمن اینکه مزیت دیگه ای داره آلت کوین ها، هزاران آلت کوین وجود داره که ما قدرت انتخابمون میره بالا. بر اساس کاربردی که دارن میتونیم انتخاب کنیم که از کدوم آلت کوین استفاده بکنیم. اما معایبی هم دارن. خیلی از آلت کوین ها محبوبیت کمتری در بازار دارن، نقدینگی کمتری نسبت به بازار دارن. میدونید که سلطه بیت کوین به بازار تقریبا 56% بازار رو گرفته بیت کوین، یعنی کل پولی که وارد بازار ارز دیجیتال شده 56% دست بیت کوینه. تقریبا 18% هم دست اتریوم و بقیه‌اش کوین‌های دیگه. پس در نتیجه نقدینگی پایین‌تری نسبت به بیت کوین دارن آلت کوین. و خیلی از آلت کوین ها منتشر شدن که کلاهبرداری بودن، اسکم بودن و این بسیار پیشینه بدی بوده واسه بعضی از آلت کوین ها که اومدن منتشر شدن، محبوب شدن، مردم سرمایه گذاری کردن و در انتها به عنوان یک پروژه اسکم یا آلت کوین شناخته شدن و خیلی ها متضرر شدن. این از معایب و مزایای آلت کوین ها. خب بریم چند تا آلت کوین مهم رو بررسی کنیم با هم دیگه و بعد برسیم به آلت کوین های دیگه و مسائل دیگه ای که اصلا کلا آلت کوین ها رو دسته‌بندی کنیم و انواعش رو خدمتتون بگیم. خب در سال 2016 شخصی به نام آقای ویتالیک بوترین که روسیه‌ای هم بود، ایشون اومد گفتش که آقا من پیشنهاداتی دارم، میشه روی شبکه بیت کوین اجرا کرد که سرعت تراکنش بره بالا و هزینه کارمزد هم بیاد پایین. این آقای ویتالیک بوترین خیلی جالبه، اون موقع 16 سالش بود، یک برنامه‌نویس بود. توی شبکه‌های ردیت و اینا میومد مینوشت برای بیت کوین، توی توییتر توییت میزد ولی خب کسی بهش توجه نمی‌کرد، تا اینکه خودش دست به کار شد و اومد یک شبکه‌ای نوشت و اضافه کرد به شبکه بیت کوین. چون شبکه بیت کوین خودتون که می‌دونید یک بلاک چینش اوپن سورس هست، اون سافت ویر و نرم افزارش اوپن سورس و میشه بهش قابلیت‌های اضافه کرد. یعنی متنش بازه، شما میتونید متن رو برداری و اگه برنامه‌نویسی بلد باشی چیزایی بهش اضافه کنید. این آقا اومد این کارو کرد، عکسش هم این پایین گذاشتیم و ایشون تونست که به اون چیزی که میخواست برسه و الان یکی از مولتی میلیاردرهای بازاره. یه مشکل دیگه‌ای که بقیه آلت کوین ها داشتن تا سال 2016 مثل لایت کوین، مثل بیت کوین، مثل به ارزهای دیگه تا قبل از اتریوم، مشکل مقیاس پذیری آلت کوین ها بود، آلت کوین های دیگه و بیت کوین.
مقیاس پذیری دوستان یک اصطلاحی، هر موقع شما شنیدید مقیاس پذیری، منظور از مقیاس پذیری سرعت تراکنش است. سرعت تراکنش در شبکه بیت کوین سرعت تراکنش بسیار پایین بود. آقای ویتالیک بوترین اومد کار مقیاس پذیری را انجام داد و که بهش اسکیلینگ هم میگن و سرعت تراکنش ها بالا. و اینجا یک نموداری از یک تصویری هست از سرعت تراکنش ها در مقایسه با شبکه ویزا. آوردم براتون در رابطه با ارز دیجیتال که با هم دیگه مقایسه کنید، خیلی جالب. این بزرگه که میبینید در اینجا، من اینجا قلمم رو انتخاب کنم، اینجا این شبکه ویزا هست که یک شبکه بانکیه. در ثانیه شبکه بانکی ویزا که متمرکز هم هست 24000 تراکنش در ثانیه داره انجام. چقدر؟ 24000 تراکنش. اما بیت کوین داره در ثانیه چند تراکنش انجام میده؟ 10 تراکنش در ثانیه داره انجام میده. اتریوم که اومد اسکیلینگ رو انجام داد چند تراکنش داره انجام میده؟ 30 تراکنش در ثانیه. یک کوین هست به نام داش که برای پولشویی و مواد مخدر خیلی ازش استفاده میکنن، چون هویتش با هویت ناشناس هر کاری رو انجام بدید و بسیار سکیوریتی کوین هست. 60 تراکنش در ثانیه داره انجام میده. لایت کوین که یکی دیگه از کوین های بازار هست 70 تراکنش در بازار در ثانیه داره انجام میده. بیت کوین کش که فورک، براتون توضیح دادیم، بیت کوین کش که فورک بیت کوین بود از شبکه بیت کوین جدا شد 80 تراکنش در ثانیه داره انجام میده. و شبکه پیپل که یک شبکه بانکی است 200 تراکنش در ثانیه داره انجام میده. و ارز دیجیتال ریپل که خیلی پیشتاز بوده میتونه 1500 تراکنش در ثانیه انجام بده. ولی باز همه اینها نسبت به شبکه ویزا که یک شبکه بانکی است بسیار سرعتشون پایینه. پس در نتیجه اومدن چیکار کردن؟ هر کوین جدیدی که داره منتشر میشه هدفش اینه که بیاد سرعت تراکنش رو ببره بالا و قدم بعدی فی تراکنش رو کاهش بده. و نسل جدید بلاکچین رو آقای ویتالیک بوترین با عنوان قرارداد هوشمند به بازار عرضه کرد که جلوتر توضیح خواهیم داد قرارداد هوشمند چی است. ویژگی مهم اتریوم اینه که خودش یک شبکه بلاکچین داره و اعضای دیجیتال دیگه میتونن به وجود بیان که بلاکچینشون از اتریوم قرض بگیرن. در واقع اتریوم میتونه میزبان ارزهای دیگه باشه برای ساخت کوین های جدید و کوین های جدیدی روی این شبکه ایجاد شدن. مثلا مثل مانا که یک کوین متاورس هست که روی شبکه اتریوم ایجاد شده و وسیله اون شما میتونید کارهایی رو انجام بدید. زمین بخرید، زمین مجازی بخرید که ما تقریبا سال 2017 بود این کار انجام، خیلی جذاب بود، یادش بخیر. و همینطور نمونه‌های محبوب قرارداد هوشمند میتونه که مبادلات تجاری باشه، قراردادهای هوشمند غیر متمرکز باشه، بیمه باشه، تأمین مالی باشه، NFT ها باشه، NFT ها که احتمالا خیلیتون باهاش آشنا دارید و هر چیز دیگه‌ای که فکرش رو بکنید. خب ما در رابطه با توکن ها صحبت کردیم، NFT ها صحبت کردیم، ببینیم که منظور چی است. ببینید به ارزهایی که روی شبکه اتریوم به وجود میان، روی شبکه بلاکچین اتریوم به وجود میان میگن توکن. حالا میتونه روی شبکه اتریوم نباشه. هر کوین و ارز دیجیتالی که شبکه بلاکچینش از کوین دیگه ای داره قرض میگیره بهش میگن توکن. پس در واقع تفاوت توکن و کوین رو بدیم با هم دیگه بررسی کنیم. کوین به پروژه های ارز دیجیتالی که میگن که خودشون شبکه بلاکچین مستقل خاص خودشونو دارن، مثل خود بیت کوین، مثل اتریوم، مثل کاردانو، پولکادات و بی ام بی. اما توکن به اعضای دیجیتالی میگن که خودشون شبکه بلاکچین مستقلی ندارن و بر روی شبکه‌های دیگری فعالیت میکنن، مثل همین توکن تراس ولت که داره روی شبکه اتریوم یا فکر میکنم بی ام بی داره کار میکنه و خیلی هم موفق بوده. یونی سواب هست، چین لینک هست و نمونه های دیگرش. ما اینجا دوتا نمونه رو آوردیم با هم مقایسه کردیم، یکی کوین هست یکی توکن. کوین بیت کوین با توکن تتر اومدیم مقایسه کردیم. تتر یک ارز دیجیتال هست، استیبل کوین هست و برابر با $1 و ارزشش تغییر نمیکنه که جلوتر مفصل راجبش صحبت کنیم. خب تفاوت کوین و توکن در اینجا هستش. توکن یک ارز دیجیتالیه که بلاکچین اختصاصی نداره
اما کوین یک ارز دیجیتالیه که بلاکچین اختصاصی داره. مثلا بیت کوین خودش یک بلاکچین اختصاصی داره، اما تتر خودش یک بلاکچین اختصاصی نداره، از بقیه بلاکچین ها وام میگیره، قرض میگیره، اون شبکه رو، اون پلتفرم قرض میگیره و کارش رو انجام میده. اغلب توکن ها کاربرد خاصی دارن دوستان، در یک یا چند مورد خاص کاربرد خاصی دارن. مثلا یک توکن هست در رابطه با فروش پیتزا، یک توکن هست در رابطه با هتل داری، یک توکن هست در رابطه با توریسم. خب اما کوین ها خودشون واسطه پرداختن، یک پولی هستن برای پرداخت و برای هر هدفی میتونن استفاده بشن. توکن ها رو میشه در تمام کیف پول های بلاکچین میزبان ذخیره کرد. خب مثلا اگه شما یک توکنی دارید روی اتریوم، میتونید اگه ولت اتریوم داشته باشید، کیف پول اتریوم داشته باشید، میتونید ازش استفاده بکنید و اون توکن رو روی ولت اتریوم ذخیره کنید. اما کوین ها خودشون یک آدرس اختصاصی دارن، نمیشه کوین ها رو روی ولت بلاکچین دیگه‌ای ذخیره کرد، باید در بلاکچین خودشون ذخیره بشن. این جدولش هم من آوردم، بیت کوین و توکن و بیت کوین و تتر رو که تفاوت توکن و کوین رو براتون توضیح بدیم و بتونید که اینا رو از هم تمیز بدید. ارز بعدی بازار در واقع که در سال 2019 راه اندازی شد، ارز پولکادات. پولکادات خیلی جالبه، یه پروژه‌ای بود که یکی دو تا از مهندسینی که توی شبکه اتریوم کار می‌کردن از شبکه اتریوم جدا شدن، گفتن خودمون میریم کوین خودمون رو میزنیم و اومدن تا حدودی هم موفق بودن. بسیار ارز مناسبی است، شبکه خاص خودش رو داره، خیلی آپشن‌های زیادی داره و اینم مثل اتریوم اومد که امکانی فراهم کرد که پروژه دیگه بتونن روش فعالیت کنن و بسیار جالبه. این علامت پی هم که می‌بینید نقطه قرمز زیرش هست، این برندش هست، اون لوگوش هست که میتونید باهاش تشخیصش بدید و علامت اختصاصیش هم هست .dot. سرعت تراکنش بالایی داره، هزینه تراکنشش هم پایین. ارز بعدی که میگم خدمتتون کاردانو هست. در سال 2017 توسط آقای چارلز هاسکینسون راه اندازی شد. چارلز هاسکینسون هم یکی از بنیانگذاران اتریوم بود که از تیم جدا شد و الان مقر اصلی کاردانو در کشور ژاپن هست و دارن فعالیت میکنن. کاردانو یادمه که تقریبا کارش از 2 سنت شروع کرد و تا $2 هم رفت. خیلی هم میگفتن تا $3 $4 هم ممکنه بره، اما سقوط کرد از اونجا، ولی خب الان ارزشش تقریبا 30 سنته که من دارم با شما صحبت میکنم. سرعت تراکنش بالایی داره و هزینه تراکنشش پایینه. اوایل یادم من کاردانو که تازه اومده بود رفتم خریدم، یک بدی که داشت کاردانو ولتش بود. ولتش بسیار سخت نصب میشد. من یادم یک شبانه روز من گذاشتم تا این ولتش دسکتاپ هم بود و نصب بشه، خیلی اذیتم کرد. اصلا ازش صرف نظر کردم موقعی که خریدم، پشیمون شدم دیگه، اصلا سراغش هم نرفتم. و ارز بعدی ارز بایننس کوین هست. بایننس کوین در سال 2017 معرفی شد، قیمتش 10 سنت بود. یک صرافی است به نام بایننس اومد برای خودش یک ارزی رو تولید کرد و اسمش هم گذاشت بایننس کوین. از 10 سنت شروع شد، یادش بخیر، کاش من اون موقع می‌خریدم. البته خریدم، واقعا اینکه نخریده باشم، خریدم روی مثلا روی $3 من خریدم بایننس کوین، روی $12 فروختم، ولی خب واقعا انتظار نداشتم قیمتش که الان دارم شما صرفا تا $600 هم بره، تا $700، حتی فکر کنم صرفش 800 باشه ATHش رفت، ولی خب ما نگه نداشتیم که نوسانمون رو گرفتیم و ازش اومدیم بیرون. و این هم بلاکچین اختصاصی خودش رو داره و میتونه میزبان کوین های دیگه ای باشه که برای استفاده از بلاکچین این BNB استفاده کنن. سرعت تراکنش بالایی داره، هزینه تراکنشش پایینه. معروف ترین پروژه‌ای که روی بایننس کوین هستش پنکیک سواپ هست و تراس ولت. ارز بعدی ترون هست، در سال 2017 معرفی شد، نمادش هم این هست و با TRX شناخته میشه. ترون هم شبکه خاص خودش داره، یک کوینیه که خودش بلاکچین خاص خودش داره. خیلی جالبه، این پروژه ادعا میکنه که در هر ثانیه میتونه 2000 تراکنش رو مدیریت کنه، در صورتی که اتریوم میتونه 16 تراکنش و بیت کوین میتونه 7 تراکنش رو مدیریت کنه، که این ادعای بزرگی است که برای شبکه ترون ثبت شده. 2000 تراکنش در ثانیه و بسیار عدد خوبیه. معروف ترین پروژه های ترون هم
BTT یا بیت تورنت هست که قبلا اگه یادتون باشه بیت تورنت یه نرم افزاری بود که به صورت آنلاین میتونستید فیلم دانلود کنید اینها که از اون پشتیبانی میکرد که خیلی هم تونست پیشرفت کنه و اینها. حالا بریم سراغ انواع آلت کوین ها از نظر کاربرد. ببینید از نظر کاربرد آلت کوین ها رو ما به چندین دسته تقسیم می‌کنیم که هر کدوم از این آلت کوین هایی که من برای شما توضیح دادم میتونه توی یکی از این دسته‌بندی که من به شما خواهم گفت قرار بگیره. این دسته‌بندی یک دسته‌بندی کلی که من الان خدمتتون میگم. اولیش توکن‌های پرداختیه. توکن‌های پرداختی در واقع با استفاده از اون میتونید پرداخت‌های روزمره‌مون رو انجام بدیم. مثلا شما میرید خریدی می‌کنید، کاری می‌کنید یا مثلا حساب فادکستون رو شارژ می‌کنید. مثل خود بیت کوین، مثل لایت کوین که بهشون میگن پیمنت توکن. بعدش استیبل کوین ها هستن. ببینید استیبل کوین ها خودش یک داستان مفصل داره. من یه قسمت براتون آوردم کلا استیبل کوین ها توضیح میدم. استیبل کوین همونطور که از اسمش پیداست یعنی قیمتش ثابت. قیمت استیبل کوین ها ثابته. روی $1 باقی میمونه. مثلا ارز تتر هست، من اینجا براتون توضیح میدم. تتر که نمادش USDT هست، ثابت هست ارزشش و به اندازه $1 ارزش داره و این نوسان نمیکنه. چرا اینجوریه؟ دلیلش اینه. شما تصور کن در اینجا میری معامله میکنی، بیت کوین رو میخری $50,000 مثلا، بعد این بیت کوین ها بعد از یه مدت میفروشیش $60,000. اینجا شما $10,000 سود کردی. این $10,000 چجوری میخوای بکشی بیرون از بازار؟ آیا بری کل پولتو بکشی بیرون؟ خیر. شما اینجا به خاطر اینکه حفظ ارزش بشه یک کوینی هست به نام USDT که ارزشش برابر $1 و تغییر نمیکنه. میای بیت کوین رو تبدیل میکنی به USDT و این $60,000 برای شما ثابت میمونه که در آینده بیشتر راجبش توضیح خواهیم داد. به این دلیل من تتر رو نگفتم چون یک قسمت مخصوص تتر داریم که میخوام قسمت کامل بیام براتون توضیح بدم. مطالب زیادی داره که باید براتون جا بیفته. بعد از استیبل کوین ها توکن های سهام هستش. توکن های سهام یا سکیوریتی توکن هم میگن. خیلی جالبن اینا در نوع خودشون. اگه شما مثلا بتونید فرض مثال خونه‌تون و ماشینتون رو براش یک توکن معرفی کنید و در صورتی که این توکن در مراجع قضایی پذیرفته بشه به عنوان سند اون ماشین، سند اون خونه میتونه کاربرد داشته باشه و دیگه شما سندتون میشه یک سند دیجیتال و سند کاغذی نخواهید داشت و این بسیار حوزه جالبی میتونه باشه برای توکن های سهام یا سکیوریتی توکن. بعدش توکن های کاربردی هستن، یوتیلیتی توکن هستن. این توکن ها در زمینه‌های خدماتی فعالیت میکنن. زمینه‌های خدماتی یعنی چی؟ یعنی مثل چین لینک فکر میکنم بود یا فانتوم که شما مثلا میتونید که در شبکه بیت کوین دخالت کنید و حق رأی داشته باشید به وسیله این ابزار خدماتی و این توکن ها براتون این خدمات رو فراهم میکنن. و بعدیش میم کوین ها هستن. حتما شنیدید میم کوین ها رو. میم کوین ها در واقع یک شوخی هستن، یک مزاح هستن. برای طنز ایجاد شدن میم کوین ها. مثل چی؟ مثل همستر کوین، مثل دوج کوین. دوج کوین اصلا روزهای اولی که به وجود اومده بود اصلا هدفش این بود که بیت کوین رو مسخره کنه و باهاش بیت کوین رو مسخره می‌کرد. یادم روزهای اول وقتی بیت کوین میریخت دوج کوین میرفت بالا. بیت کوین میرفت بالا، دوج کوین میریخت. اینا مخالف هم حرکت می‌کردن. چرا؟ چون اصلا هدف اصلی دوج کوین این بود که بیاد بیت کوین رو مسخره کنه که بگه این چه درست کردی با این تکنولوژی بلاک چین چی و اینا. ولی خب الان خودش در بازار قولی شده و مارکت کپ بسیار بالایی داره. و دسته بعدی شت کوین ها هستن که امیدوارم هیچ وقت دوچار شت کوین ها نشید. چرا؟ چون شت کوین ها واقعا پروژه‌های بدون هدفی هستن. این سری کوین هایی هستن که به صورت موقت ساخته میشن برای پامپ و دامپ که بتونن از بازار نوسان بگیرن و بعد از یک مدت این شت کوین ها از بین میرن. وقتی میشنوید یک چیزی شت کوین هست حواستون باشه سراغ شت کوین ها نرید و اگر ازش سود گرفتین سریع بیایید بیرون. هولدشون نکنید. شت کوین ها مخصوص هولد نیستن دوستان. این از دسته‌بندی انواع آلت کوین ها بود که اومدیم مطلب رو کامل کردیم، گفتیم که چیزی نمونده باشه و بریم سراغ درس‌های بعدی که من براتون استیبل کوین ها رو توضیح بدم، قرارداد هوشمند رو توضیح بدم که اگه میگیم قرارداد هوشمند منظور چی است و داره چیکار میکنه. پیروز و پاینده باشید.